به کانال رابطه خوش اومدین. اگه میخوای همون لحظه‌ای که با یه زن آشنا میشی جرقه کشش جنسی روشن بشه، اینو بدون. کشش جنسی منطقی نیست. ربطی نداره چند تا جوک بلدی، چقدر مؤدبی یا روی کاغذ چقدر مرد ایدئالی به نظر میای. کشش جنسی تو اون لحظه هایی شکل میگیره که بدن زن قبل از مغزش واکنش نشون میده. تو این ویدیو قراره 12 تا روش کمتر گفته شده رو بگیم که همون جرقه پنهانو همونجا تو فضا روشن میکنه. فرقی نمیکنه تازه باهاش آشنا شدی، همکارت باشه و یه حس زیرپوستی بینتون باشه یا حتی یه دوستی که یهو تو رو یه جور دیگه میبینه. خب بریم سراغ نکته. نکته اول، وسط حرف صداتو آرومتر و بمتر کن. بیشتر مردا فکر میکنن کشش جنسی از چی گفتن میاد، ولی حقیقت اینه که خیلی وقتا از این میاد که حرف چطوری روی گوشش میشینه. حالا اینو تصورش کن، داری عادی حرف میزنی، همون جمله، همون موضوع، نه چیز خاصی، نه حرف جنسی. یهو بی هیچ دلیلی وسط جمله صدات یکم آرومتر، آهسته‌تر و بمتر میشه. انگار داری یه راز خصوصی رو در گوشش میگی. لازم نیست موضوع رو عوض کنی. میتونه درباره یه جلسه کاری باشه، یه فیلم یا حتی هوا. اما همین تغییر کوچیک باعث میشه سیستم عصبی زن قفل بشه روی تو. این واکنش غریزیه. صداهای بم برای بدن زن معنی صمیمیت میدن. بدنش ناخودآگاه یکم منقبض میشه، کمی نزدیکتر میاد، بی اینکه خودش بفهمه چرا. و دقیقاً همونجاست که برق کشش زیر پوست فضا شروع میکنه به وزوز کردن. نکته دوم، نگاه تو جایی نگهدار که نباید. فقط یه لحظه بی خیال اون نگاه‌های کارتونی لباس در آوردن با چشم شو. اون کارا خیلی تابلوه و بیشتر دافع است تا کشش. کشش واقعی وقتی اتفاق میفته که نگاهت فقط به اندازه یه تپش قلب یه ذره بیشتر مکس میکنه روی چیزایی که اصلا انتظارش رو نداره. شاید مچ دستش وقتی داره دستبندش رو تنظیم میکنه، فرو رفتگی کنار گردنش وقتی یکم به جلو خم میشه، یا لباش وقتی میخنده. نه زل زدن، نه هیزبازی، فقط یه مکس کوتاه که یه پیام واضح میفرسته. من چیزایی ازت میبینم که بقیه رد میشن. این آگاهی مثل یه پیام مخفی زیر پوستش حرکت میکنه. یه جور خاصی حس میکنه که دیده شده. یه جور لخ شدن هیجان انگیز و یهو فاصله بین شما شارژ میشه. نکته سوم، وقتی انتظار حرکت داره تو ثابت بمون. وقتی آدم‌ها عصبی میشن دست و پاشونو تکون میدن، جا به جا میشن، زیادی لبخند میزنن، سر تایید میکنن. اما قوی ترین سیگنال جنسی بدن ثابته. این صحنه رو تصور کن. اون توی مکالمه یکم بهت نزدیک میشه، انرژیش میریزه جلو. به جای اینکه با حرکت جوابشو بدی، تو کاملا بی حرکت میمونی. فقط نگاهش میکنی. همین نبود واکنش براش مثل یه فشار نامرئیه. دقیقاً همون دلیلی که یه دستی که نزدیک پوسته ولی لمس نمیکنه داغ‌تر از دستیه که لمس کرده. تنش شروع میکنه جمع شدن. بدن خودش سکوتی که تو با ثابت بودنت ساختی و پر میکنه. اون آرامش نشکسته تو بدون حتی یک کلمه میکشونتش توی فریم جنسی. نکته چهارم، القای کنترل بدون اینکه بگی. حرف مستقیم سلطه و کنترل تو موقعیت‌های عادی بین دوستا و همکارا معمولاً زمخت و تو ذوق زنه. اما میتونی کنترل رو یه جوری نشون بدی که بازیگوشه، نامحسوسه و عمیقاً جنسیه. مثلا میخواد منو رو برداره، تو قبلش آروم میلغزونیش جلوش، انگار حرکتش رو پیش بینی کرده بودی. یا دست میبره سمت لیوانش، تو نوک انگشت و نیم ثانیه لب لیوانش رو میذاری و بعد رها میکنی. این حرکت‌های ریز بدون حرف زدن میگن میبینمت، من جلوترم، تو دنبال میکنی، حتی اگه فقط برای یه ثانیه. نه تهاجمیه، نه لفظیه،
اما یه جریان قوی تو داینامیک بینتون شکل میگیره. بدنش واکنش نشون میده قبل از اینکه مغزش بتونه براش کلمه پیدا کنه. نکته 5، وسط خنده اتصالو بشکن. بیشتر مردا فکر میکنن خنده قوی ترین راه وصله. درسته خنده صمیمیت میسازه، اما کشش جنسی توی هماهنگی بیوقفه زندگی نمیکنه، توی اختلال زنده است. روش کار اینه: هر دوتون دارین میخندین، فضا سبکه، نزدیک شدین. یهو وای میسی، نه بیادبانه نه سرد، فقط وای میسی. شاید نگاش کنی با یه صورت غیر قابل خوندن، انگار یه فکری دربارش از ذهنت گذشته که خودش هم نمیدونه چیه. این تغییر ناگهانی گرمای خنده رو برمیگردونه به تنش. ضربانش بیشتر میزنه، انگار زمین زیر پاش یه ذره کج شده و دقیقاً همونجاست که بدنش میفهمه این فقط شوخی دوستانه نیست، اینجا دندون داره. نکته 6، ساختن حریم خصوصی وسط فضای عمومی. کشش جنسی وقتی شدیدتر میشه که هر دوتون حس کنین دارین یه چیز مشترک و تجربه میکنین که بقیه آدمای اون فضا ازش خبر ندارن. لازم نیست لمس مخفی یا پچ عجیب باشه. گاهی فقط موقع حرف زدن سرتو یکم میاری پایین، طوری که فقط خودش صداتو بشنوه. یا یه چیز کاملا عادی و با لحنی میگی که شارژش میکنه. مثلا به جای اینکه بگی چی مینوشه، میگی جالبه چطوری لیوانو دستت میگیری. یهو تو و اون میافتین توی یه حباب. بقیه اتاق محو میشن و دقیقاً توی همین حبابه که زیر متنای جنسی شروع میکنن رشد کردن. چون تو یه دنیای 2 نفره ساختی وسط دنیای شلوغ چند نفره. نکته 7، جوابو با سکوت قاب بگیر. وقتی ازت سوال میپرسه مثلا اینجا رو دوست داری یا آخر هفته چی کار میکنی، بیشتر مردا سریع جواب میدن. نمیدونن که اون فاصله کوتاه قبل از جواب گاهی از خود جواب قوی تره. تصورش کن سوالو میپرسه و تو 1-2 ضرب صبر میکنی. چشمت روشه، نه خالی نه معلق، متمرکز. انگار داری میسنجی چقدر از خودتو میخوای نشون بدی. همین مکس اونو میکشه داخل دنیای درونی تو. حس صمیمیت میده، حتی یکم آسیب‌پذیری. تا وقتی جواب میدی اون قبلاً استکاک خواستن تو رو حس کرده و همون خواستن بذر تنش جنسیه که میکاری. نکته 8، همسانسازی بی صدا. بعد قطعش کن. همه درباره تقلید زبان بدن شنیدن. بی خیالش، همه میدونن، همه زیاده روی میکنن. ترفند واقعی اینه یه چیز خیلی ظریف رو تقلید کنی و قبل از اینکه متوجه بشه متوقف شی. مثلا پاشو روی هم میندازه، تو یه تنظیم خیلی جزئی میکنی و بعد فریز. یا سرشو یه ذره کج میکنه، چند لحظه بعد تو هم خیلی نامحسوس سرتو کج میکنی. این کار یه سیگنال نامرئی بین بدناتون میسازه تو سطح ناخودآگاه. اما نکته مهم اینجاست، وقتی تقلید و قطع میکنی اون اغلب این قطع شدن رو حس میکنه و ناخودآگاه شروع میکنه بدنشو با تو هماهنگ کردن. اون جا به جایی این که اون با بدن تو تنظیم میشه یه قطبیت جنسی ناگهانی مینازه تو هوا. نکته 9، آهستگی آگاهانه تو فضای فیزیکی. سرعت، امن، حرکت‌های تند، دوستانن، کاربردیان، بی خطرن. اما آهستگی عمدی ذاتاً حسیه. دفعه بعد که چیزی بهش میدی سریع ردش نکن. دستتو یکم آهسته تر حرکت بده. انگار داری خود لحظه رد و بدل شدن و مزه میکنی. یا اگه میخوای صندلیتو نزدیکتر بکشی، با حرکت کنترل شده و بدون عجله انجامش بده. آهستگی این پیاما رو میده: حضور، توجه، صمیمیت. باعث میشه نسبت به ریتم بدن تو بیش از حد آگاه بشه. و وقتی یه زن حتی ناخودآگاه با ریتم تو سینک میشه،
اونجاست که کشش قفل میشه. نکته دهم، رها کردن تنش با یه لبخند کج. شارژ جنسی نمیتونه تا ابد بالا بره. باید گاهی تخلیه بشه وگرنه سنگین میشه. اینجاست که لبخند کج وارد میشه. تصورش کن. نگاه ها قفل میشه. هوا سنگین. اون بین گفتن و نگفتنه. یهو گوشه لبت میره بالا. نخنده کامل. فقط یه انحنای شیطنت آمیز. لبخندی که میگه میدونم اینجا چه خبره و دارم ازش لذت میبرم. این شکست ظریف تنشو درست به اندازه‌ای آزاد میکنه که یا با خجالت بخنده یا نگاهشو بدزده یا لبشو گاز بگیره. اما جادوش اینجاست. جرقه بعدش قوی‌تر برمیگرده. چون حالا میدونه تو کششو میبینی و اونقدر مطمئنی که بدون خراب کردنش بهش اشاره کنی. نکته 11، دو پهلو کردن حرفای معمولی. کشش جنسی تو ابهام نفس میکشه. وقتی کلمات بیگناهن اما لحن نه. مثلا میگه خسته است و تو میگی آره به نظر میاد یه نفر لازمه درست و حسابی خستت کنه. با لحنی آروم و بازیگوش. واضح نیست اما شارژ داره. یا درباره آشپزی حرف میزنه و تو میگی حواست باشه ممکنه بذارم یه چیز خطرناک به هم بخورونی. حرفا شوخی هن اما زیر متن غیر قابل انکاره. ذهنش دو تیکه میشه. معنی ظاهری، معنی اشاره دار و این دوگانگی استکاکه و استکاک جاییه که کشش جنسی نفس میکشه. نکته 12، یکم نگه دار تا اون جلو بیاد. اینجا تناقضه. برای ساختن کشش جنسی همیشه نباید بدی. گاهی باید نگه داری. نه بازی سخت به دست آوردن. نه بی علاقگی. فقط این. بذار یه چیزی رو بخواد و همون لحظه بهش ندی. مثلا نزدیک میشی. انگار میخوای یه راز بگی. بعد نیم قدم قبلش وای میسی و لبخند میزنی. یا نزدیک گوشش میشی. انگار قراره چیزی زمزمه کنی. اما تو هوا نگهش میداری. این حرکت‌های ناتمام بدنشو مشتاق کامل شدن میکنه و چیزی که اتفاق نیفتاده خیلی وقتا بیشتر از هر حرکت مستقیمی تو ذهن میمونه. اون میره و هنوز داره به همون لحظه‌ای فکر میکنه که نشد. ممنون که همراه هم بودین. لطفاً کانال رابطه رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید. ممنونم.